تو اینجایی، یه جایی که من نمیتونم ببینمت. خیلی دوری اما مطمئنم که همین جاهایی. یه جایی شاید اینجا، شایدم اینجا، یا شاید اینجا. میتونی تقریبا هر جایی این اطراف باشی. نمیدونی چرا یا برای چی، راستش هیچ کسی نمیدونه. فقط یه چیزی واضحه. تو اینجایی. روی یه سنگ مرموز و پوشیده از رطوبت و زندگی که وسط یه نیستی بی پایان آویزون مونده. این سنگی که روش ایستادی خیلی کوچیکه و تو در مقایسه با همین سنگ کوچیک حتی خیلی کوچیک‌تری. اگه کمی از بالا نگاه کنیم، ببین چقدر ریزی. همچنان کوچیکی. اونقدر کوچیک که مغزت حتی نمیتونه بفهمی که چقدر کوچیکی. تو با تمام کوچیکیت نشستی روی این تیکه سنگ کوچولو که دور تا دورش پر از تاریکی عظیم و بی‌انتهاست. یه تاریکی که میتونه همه چیز باشه یا هیچ چیز. این سنگ بهت زندگی میده. همه چیزایی که برای زنده موندن نیاز داری رو از همین میگیری، اما فقط برای یه مدت کوتاه. ممکنه برای طولانی به نظر بیاد یا ممکنه که انگار توی چشم هم زدن بگذره. بستگی داره با چه حالی و چه فکری بهش نگاه کنی. ولی تو مقیاس بقیه چیزا زندگیت فقط یه لحظه است. یه فریم توی یه فیلم بی پایان. یه فریمی که اگه حذفش کنی هیچ چی تو داستان تغییر نمیکنه. توی اون یه دونه فریم تو روی این سنگ زندگی میکنی و بعدش میمیری و نمیفهمی چی شد. راستش هیچ کس نمیفهمه. اگه واقعا خوش شانس باشی، دوستات، خانواده‌ات و عشقای خواهی داشت که بعد از رفتنت ناراحت میشن. یه مدت دلتنگت میشن ولی سعی میکنن حسو کنار بذارن، چون غم همیشگی خسته کننده است، مگه نه؟ زندگیشونو مختل میکنه، پس یاد میگیرن باهاش کنار بیان، تراپی برن، تمرین کنن و بالاخره کمی حالشون بهتر میشه. ولی بعد اونها هم میمیرن. اگه از بقیه آدمو خوش شانس تر باشی، چند نفر دیگه هم یادت میکنن. شاید کاری کردی که رو آدمای بیشتری اثر گذاشته، شاید هنرمند بودی، باهوش، رهبر یا حتی مخترع. اون موقع شاید آدمای بیشتری به خاطرت غمگین شن. اما اونام واقعا تو رو نمیشناختن. برداشتشون از تو یه تصویر اشتباه از ذهن خودشون و با گذر زمان همه اونا هم میمیرن و با مرگشون همه خاطرها و یادهایی که از تو بوده هم میمیره. اون موقع دیگه هیچ کدومش مهم نیست. برای تو، برای من یا برای هر کس دیگه. تا اون موقع هممون مردیم. کارایی که کردی، حرفایی که زدی، تاثیراتی که گذاشتی، خوب یا بد، بزرگ یا کوچیک، همه نام و نشونش رو از دست میده. هیچ کس دیگه براش اهمیتی قائل نمیشه. پس هر چیزی که الان نگرانشی، هر کسی که باعث اضطرابت شده، اون قرار اول، مصاحبه کاری، کنفرانست، امتحانت یا گفتگوی سختی که پیش رو داری میتونه از استرس فلجت کنه. ممکنه حس کنی آینده زندگیت به اون لحظه بسته است، انگار سرنوشت کل هستی رو دوش توئه، اما اینطور نیست. شاید اشتباه کنی، شاید شکست بخوری، ولی همه چی در نهایت خوبه. چون به شکلی عجیب و برخلاف همه احتمالات ممکن تو روی این سنگ عجیب آسمانی هستی. تو این خلأ ناشناخته بی پایان تو صاحب این زمین بازی. یه آگاهی، یه ذهن، یه فرصت برای شگفتی، احساس، تفکر. تنها اشتباه واقعی اینه که متوجهش نشی. اینکه هیچ وقت آروم نگیری و لذت نبری از این پوچی بامزه و جذاب. اینکه نفهمی این همه بی‌معنا بودن چطور خودش زیباترین معنا میتونه باشه. آزادی همینجاست. درک اینکه همه چیز فقط هست، نه بیشتر نه کمتر. پس بگرد، تجربه کن، مهربون باش، بخند، عاشق شو، گریه کن، شکست بخور، ولی زندگی کن. و یادت بمونه هر چی بشه، هر جوری که پیش بره، تو هنوز میتونی همه اینا رو انجام بدی. بدترین حالت ممکنش اینه که تلاشتو کردی، خودت بودی و تا جایی که تونستی با صداقت و محبت و تلاش و درک پیش رفتی. اگه بدترین اتفاقم بیفته، بازم میگذره، مثل همیشه.